یک کیج حرفه‌ای براتون آوردم که خودم توی کارم خیلی ازش استفاده میکنم و میتونه شما رو تبدیل کنه به یه عکاس و فیلمبردار حرفه‌ای. توی ادامه ویدیو با من باشید. سلام، محمد هستم. کارم عکاسی فشن و مدلینگه. اینم برای اون کسایی میگم که تازه با کار من آشنا شدن. همین اول بهتون بگم که کانال منو سابسکرایب کنید و این زنگوله‌ش هم بزنید تا من بتونم ویدیوهای جدیدتر و خفن‌تری براتون بسازم و شما با خبر بشید و بتونید ازش استفاده کنید. میخوام بریم اول سراغ کیجی که من براتون آوردم. میخوام اینو بهتون بگم که این کیج خیلی به کسایی که میخوان توی کار ولاگ و کار فیلمبرداری از محصولات یا بک‌استیج یا به صورت تبلیغاتی کار کنن خیلی بهشون کمک میکنه و تسلط خیلی بیشتر و حرفه‌ای‌تری روی خود گوشی براتون میذاره که شما بتونید کارتون انجام بدید. اول میریم سراغ کیفش که خب یه کیف خیلی محکم و با کیفیت گذاشتم توی این پکیج که شما میتونید ازش به راحتی استفاده کنید و قابل هم که میتونید راحت ازش هر قطعه‌ای که خواستید استفاده کنید. من میرم اول سراغ این که تمام این قطعات رو براتون روی میز میذارم دونه دونه و باشون شروع میکنم کار کردن که شما آشنا بشید که نحوه بس کردنش و نحوه استفاده ازش. اول میریم سراغ بدنه یا خود کیج که موبایل داخلش جا میشه. بدنه این کیج خودش از آلومینیوم ساخته شده که طراحیش فوق‌العاده تمیزه و خیلی کمک میکنه به اینکه شما موبایلتون راحت‌تر توی دستتون نگه دارید و بتونید به تنهایی با خود همین کیج فیلمبرداریتون رو انجام. حالا نحوه بستن این هولدرها رو بتونه شما اول اینکه هولدرها خودشون از کیفیت خیلی خوبی برخورداره. به این صورت بغل کیج بسته میشه با این پیچایی که بغل دستشه و یه آچاری که این زیر داره، زیر دسته یه دونه آچار آلوم داره. شما میتونید بندازید داخل این پیچا و اینو سفتش کنید تا دسته قشنگ توی روی کیج به صورت محکم بسته بشه. میریم سراغ میکروفونش. شما الان دیگه توی دنیایی که امروز داره تصویربرداری میشه خود صدابرداری یکی از چیزاییه که کمک میکنه برای اینکه یه تصویر ایدئال با یه صدای ایدئال خروجی بده کنه. الان هم که دنیای میکروفون‌ها خیلی داره پیشرفت میکنه و تکنولوژیشون رو به پیشرفت هر روز. و خب توی پکیجی که توی این اسمارت ریگ گذاشتن یه میکروفون برند سیموره که حالا اطلاعاتشو بالای این ویدیو براتون میذارم که کامل بدونید که از چه چیزایی تشکیل شده. یه پد ابری داره و یه پد خز داره که حالا اینو میتونید توی قسمت‌های مختلف توی مکان‌های مختلف ازش استفاده کنید که حتی میتونید این میکروفون رو اگر از روبرو میخواید تصویربرداری کنید به اون سمت ببندید و اگه میخواید از سمت خودتون تصویربرداری کنید این میکروفون رو بچرخونید و به سمت خودتون صدا برداری کنید که به توسط یک کابل صدا وصل میشه به یه دونه مبدل که به خود گوشی موبایلتون، حالا میتونه آیفون باشه، میتونه سامسونگ باشه یا حالا تایپ سی باشه، شما وصل کنید و به راحتی با رکورد کردنتون یه صدایی با کیفیت رو ضبط کنید و داشته باشید. این خودش میتونه بهتون خلاقیت هم بده و این میکروفون رو میتونید حتی کابلش هم عوض کنید و توی صدابرداری‌های مختلف دیگه مثلا جای تصویربرداری خاصی دارید انجام میدید صدای با کیفیتی بگید که میتونه این پکیج شما رو به این پکیج حرفه‌ای و ایدئال برسونه که شما ازش نهایت استفاده رو ببرید. سراغ نورش که نورش یه نور خیلی با کیفیتیه و من هی تاکید میکنم با کیفیت. واقعا این جنس شما باید یعنی این پکیج خودتون باید نزدیک ببینید. تمام جزء به جزء این سیستم به صورت با کیفیت و به صورت حرفه‌ای طراحی و ساخته شده و این خودش خیلی برای من جذاب بود که من تونستم این پکیج رو تهیه کنم و خب خیلی گشتم توی بازار اون چیزی که دوست دارم و تهیه کنم. خب میریم سراغ نورش به راحتی کار میکنه. فقط توسط یه دونه دکمه روشن خاموشی که پشتش داره رو فشار میدید، نور به همین راحتی روشن میشه. یه درجه پشتش داره که اینو میتونید بچرخونید، نور رو کم و زیاد کنید و وقتی هم روش فشار میدید نورتون از سردی به گرمی کامل تبدیل میکنید که کلوینش هم از 2700 تا 6500 که میتونید راحت توی تصویربرداری دیگه ازش استفاده کنید. حتی جایی که تاریک هستش هم میتونید از خودتون یا از سوژه‌تون که جایی که نور کافی ندارید استفاده کنید که حتی میتونید اینو در بیارید از اینجا
رو از اینجا باز کنید و خب به صورت مجزا ازش استفاده کنید و حالا نورپردازیتون رو به صورت نقطه‌ای روی محصولات صنعتیتون هم انجام بدید که یه سافت باکسی روش خورده که اینو میتونه نور نرم‌تری بتونه. خب از اینکه بگذاریم قسمت پاور بانکشه که یه هولدر پاور بانک جلوش طراحی شده که شما هر پاور بانک با این ابعاد، حالا یه مقدار بزرگتر یه مقدار کوچیک‌تر، شما میتونید ببندید، مخصوصا برای کسایی که میخوان مدت طولانی یا خارج از شهر میخوان فیلم برداری کنن به دردشون میخوره، چون باتری موبایل به هر حال الان باتری موبایلای ما چون همش موبایل دستمون داریم استفاده می‌کنیم دیگه زیر 90% دیگه به هر حال باید همیشه پاور بانک همراهمون باشه. تنها منبعی هم که میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه شارژ گوشیمون رو سالم نگه داریم این پاور بانکه. حالا نه این مدل، هزار تا مدل دیگه تو بازار هست که شما میتونید خریداری کنید، ولی سعی کنید اگه این کیج تهیه کردید و خواستید استفاده کنید برای کارتون حتما به سایز اون پاور بانکتون دقت کنید تا بتونید توی این کیج جا بدید. به راحتی با کابل خود موبایل میزنید و شروع میکنه شارژ کردن که حالا تقریبا پاور بانک ها دیگه از 1 بار شارژ تا 4 بار شارژ گوشیتون رو میبره. به راحتی فیلم برداریتون رو بکنید و انجام بدید. سراغ اصلی ترین قسمت به نظر من وجود یه سپایه با کیفیت مثل این سپایه است که روی این دستگاه گذاشتن. خود این سپایه از هد پانوراما ساخته شده که خب خیلی کمک میکنه توی چرخش‌های مختلف به این صورت که شما حالا این اگه بخواید مثلا این رو شلش کنید میتونید حتی کج بگیرید و اینجوری بتونید و خودتون تصویر برداری کنید و حالا خلاقیت‌های دیگه داره که به راحتی قابل چرخش است و تمام این پایه‌هایی که زیر سپایه کار شده پایه‌های خیلی محکمیه که خب به راحتی شما حتما باید یه فشار خیلی زیادی بهش بدید که بتونید باز کنید و که اصلا احتیاجی نیست به جای چیزی رو قفل کنید. خودش توی پیچ‌های خودش صفر محکم وای میسته که میتونید ازش استفاده کنن که هدش جدا میشه. مثلا من صفر کرده بودم اینجا باز نمیشه، این هدش جدا میشه که این هد شما میتونید توی تک‌پایه یا روی سه‌پایه دیگه استفاده کنید که توسط این هد پانوراماش میتونید به راحتی بچرخونید و حالا به زاویه مختلف استفاده کنید و خیلی کیفیتش کیفیت خوبی که حالا بسته میشه و حتی میتونید دوربینای بدون آینه حالا سونی‌های جدید، فوجی‌های جدید که مقدار سایزش سبک‌تره رو بذارید و روش رو به صورت تایم لپس ازش استفاده کنید. در کل میخوام بهتون بگم که این کیج شما رو به اون چیزی که یعنی اون چیزی که تو ذهنتونه برای فیلم برداری، برای ثباتتون تو کارتون خیلی بهتون کمک میکنه، حرفه‌ای‌تر میتونید کار کنید. من خودم الان تقریبا چند ماهی هستش ازش دارم استفاده میکنم و خیلی بهم کمک کرده تو تصویر وقتم، خیلی کمک کرده این که فقط یه گوشی موبایل نگیرم که بخوام تصویر برداری بکنم، خیلی بهم اعتماد نفس داده، خیلی بهم کمک کرده که کار حرفه‌ای‌تری رو انجام بدم و ببندم که از جلو به چه صورت حرکت دست به چه صورت میتونید شما کار کنید. شما فقط کافیه که اینو توی دستاتون محکم نگه دارید، به راحتی با حرکت بدنتون پیش برید به سمت سوژه‌تون و خیلی راحت شما تصویربرداری مسلط رو میتونید توی کارتون داشته باشید و حتی میتونید بچرخونید با دستتون. تمام حرکتایی که توی استفاده کردن از خلاقیتتون باشه برای تصویرهای بهتر میتونید با این کیج بهش برسید و خب توی حالا استودیو بهتون نشون میدم که نورایی که حالا از جلو که چجوری با تصویربرداری کنم، حتی سلفیایی که از خودم میخوام بگیرم هم به چه صورته. خب دیدید که چقدر راحت میتونید با این کیج کار کنید و میتونید توی فیلم برداریاتون ازش استفاده کنید.
خیلی خوشحال شدم که ویدیو منو تا انتها دیدید و حتما این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید تا بتونن ازش استفاده کنن. حالا حداقل این که بتونن از این پیج خریداری کنن، توی کارشون استفاده کنن که بتونن یه فیلم برداری حرفه‌ای بشن. تا ویدیوی بعدی و معرفی یه محصول جدیدتر و کارآمدتر شما رو خدا میسپارم. مرسی.